حکمت از بزرگان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. حمد و ثنا الله یک و یگانه را و درود و سلام و صلوات به پیامبر و به آل و اصحابشان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امام عبدالمظفر سمعانی رحمه الله در تفسیر خود نوشته است: روز قیامت زن نزد خداوند بالای شوهر خود عرض و شکایت کرده میگوید: شوهرم مرا ادب نآموزانید، چیزی از علم مرا نآموزانید، فقط از بازار با نان بازگشت. تفسیر سمعانی. عزیزان، یکی از وظیفه های شوهر این تربیه و تعلیم علم دین و دنیا برای اهل و خانواده‌اش می باشد. نه تنها برای فرزندان، بلکه تربیه و تعلیم برای زنان نیز خیلی مهم است. عموماً انسان از دو چیز عبارت است: از جسم و از روح. چنانه که جسم ما محتاج به طعام دارد و روح ما نیز محتاج به طعام دارد و طعام روح این علم باشد. اگر مادر عالمه باشد، علم داشته باشد، این علم خود را به فرزندانش می آموزاند. اگر تاریخ را نظر کنیم، اکثر علما مادرانشان صاحب علم بودند و برای علم آموختن فرزندانشان کوشش و حرکت می کردند. ببینید مادر امام بخاری را، وقتی که امام بخاری تقریباً 10-12 ساله بودند، مادرشان با همراهی برادرشان امام را گرفته به حج می روند. بعد از حج کردن به پسر خود مادر می گوید که تو اینجا می ایستی و علم آموزی. ببینید دوستان، مادر فرزند خردسال خود را از بخارا آورده در مکه مانده و بازگشت. چنین مادران بودند که در عالم اسلام چنین علما پیدا شدند. و امروز دوستان اکثر نافهمی ها در بین زن و شوهر این است که زن از علم دور است. حق و حقوق خود را، حق و حقوق شوهر را نمی داند. برای این باید علم شریعت را آموزد. شوهر نیز باید کوشش کند که علم شریعت را آموزد و اگر زن و شوهر موافق شریعت زندگی کنند، حق و حقوق های خود را بجا آورند، بین آنها هیچ نافهمی نمی شد و آنها زندگی خود را با خوش و خرسندی می گذرانند. عالم می گوید: اگر پسر را تعلیم داده ای، یک نفر را تعلیم داده ای و اگر دختر را تعلیم داده ای، یک امت را تعلیم داده ای. پس عزیزان، در تعلیم و تربیه زنان بکوشیم تا روز قیامت آنها در بالای ما عرض و شکایت نکنند. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.